کاش یکی این مداد از دست من بگیره واقعا. کاش یکی این مداد از دست من بگیره واقعا. خب سلام، من دوباره اومدم. هنوز نمیدونم قراره این ویدیو چی کار کنم، ولی چند روز دیگه پراید هست. برای جشن پراید میخواستم لوک جدید رو امتحان کنم. اولین کار که باید بکنم اینه که دوباره باید من ابروهام رو دکولوره کنم. میگه اگه میخواین این ابروها رو دکولوره بکنین، باید قبلش حتما دور ابروهاتون رو وازلین بزنین. اینو خیلی خوب باید قاطیش کنید. خب دیگه این یکی هم رفتم. فعلا میذارم نیم ساعت این بمونه. من برگشتم، ابروامو شستم. به یکم روغن برداشتم. میوکیه رژه افتخار پراید یه جشنی هستش که در واقع یه تظاهراتی هستش که همه اونجا جمع میشن تا از حقوقشون برای LGBTQ دفاع کنن. کانسیلر به خودم دادم که قرمزی پوستم یکم کاور کنم. تا جایی که میشد من اینا رو پخش کردم. چونه لبهامو یکم اینجوری فیکسینگ پاودر. یکم خیلی زیادی قرمز شد، ولی با اون آرایش چشمی که میخوام برم به نظرم واقعا اصلا به چشم نمیاد در آخر کار. سایه چشم میخواستم رنگی کمونی بزنم واسه پرچم پراید. یه سایه میخوام زیر دور چشم بزنم اول. قشنگ تا زیر ابروامم اینا دیگه خلاصه زدم. این وسط هم یکم همینطور و همینجوری یکم میام پایین. خیلی هم میگن حالا چرا سایه و شاین رو زیر چشت زدی؟ چرا واقعا چرا نزنم؟ غیر قانونیه؟ کم قرمز رو خیس میکنم. فلبداهه اینو همینجوری میرم. حالا باید همین رو روی اون یکی چشمم پیاده کنم. تخمی شد. به حقیقتش خیلی کیوت شد. میوکی گربه‌مون اون پشت داره گریه میکنه. مامانش رفته یه شهر دیگه عروسی. کاش یکی این مداد از دست من بگیره واقعا. کامنت گذاشته بودش که آرایش و قیافت شبیه وقتی مامانم 5 دقیقه منو تنها میذاشت میرفتم وسایل آرایشش پیدا میکردم. من اینجوری بودم که آخه چقدر بچه کیوت و هنرمندی بودی. منم همین کارا رو میکردم. الان اینجوریم. بودش اینه که من اینجوری میرم بیرون. بعد اونجایی که نارنجی نداشتم همین رنگامو با هم دیگه توی هم آبرنگ قاطی کردم. خب این آبیشو کشیدم، یکم زردش هم زدم. خیلی اومدن به من میگفتن که شما صلاحیت آموزش دادن ندارین. داداش من که نگفتم من میکاپ آرتیستم مثلا این همه سابقه کارم. من گفتم که من خودم برای خودم آرایش کردن خیلی دوست دارم. کاری هم والا نیستم توی آرایش. این کارا رو برای دل خودم میکنم. ولی علاقه‌مند به اینم که کلا کار آرتیستی انجام بدم. برای زردش میخوام اینجوری یه حالت ستاره دور اینجا برم. اون ستاره که میخواستم رو هم کشیدم. حالا باید اون ورش هم بکشم. خب من برگشتم یکم فکر کردم. گفتم سبزه رو میام اون ور چشم به عنوان یه ستاره دیگه میکشم. این دو تا ستاره های سبز رو اینجا کشیدم. یه ستاره سبزی هم اینجا میکشم. حالا نوبت آبی و بنفشه. خب با یه براش کوچولوتر دوباره ادامه میدم این آبی رو. خب یه دونه اینجا، شاید یه دونه این تو مثلا. دیگه دلم نیومد اون یکی رو نرم. دوتاشون هم یه ستاره گرفتن. یه ستاره هم اینجا اضافه کنم. خب و حالا دیگه نوبت رنگ آخر و رنگ مورد علاقه منم هست. بنفش سایه ماتیکی اینجوری و این. خب من یکم اینجا روی پیشونیم هم زدم. میخوام یه ستاره بنفش اینجا بکشم. من با این بنفشه فکر میکنم ستاره رو بکشم. یه دونم اینجا کشیدم، یه دونم حالا اینجا. خب این ستاره رو هم با هزاران دردسر کشیدم. حالا یکم میخوام سایه و از این داستانا این ور اون ور بزنم. اینو برداشتم الان.
یکم روی دماغمو بنفش زدم، چشمامو دوباره اینجامو میزنم. خب حالا اینجای چشمو میخوام یکم صورتی کنم. این رنگ صورتی با آبی روشن به پرچم ترنس ها اضافه میکنیم اینجا و اینجا. کک و مک هم اضافه کردم. حالا میخوام لبم رو درست کنم. خیلی کیوته. دایموند گلیز. میخواستم یکم رنگ آبی طوری بزنم اینجا و من یه سری دیگه هم گلیتر از نادر گرفته بودم. اینا رو هم میخوام اضافه کنم به اینجا. هر جایی که میشه دیگه ما گلیتر رو میزنیم. چی فکر میکنید؟ خط لب مورد علاقه‌ام. شما چی فکر میکنید؟ به نظر خودم که خیلی کیوت شده. من یه دونه چیز پیدا کردم، یه دونه موج مصنوعی از اینا که اینجوری باید خودت بچسبونی و من تا حالا امتحان نکردم حقیقتش. آرشم هم کردم. نظرتون چیه؟ مرسی که تا اینجای ویدیو منو دنبال کردین و ویدیو رو نگاه کردین و لطفا اگه چیز اشتباهی توی ویدیو گفتم من رو صحیح کنین و درستش رو برام توی کامنت ها بنویسین. و اینکه خیلی 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 ممنونم که ویدیوی من رو بین همه اون ویدیوهایی که بیرون هست انتخاب کردین و نگاه کردین و منو تحمل کردین. اگه دوست داشتین نظری چیزی دارین لطفا توی کامنت ها بهم بگین و اگه دوست دارین ریخت و قیافه من رو بیشتر ببینین و دوباره ببینین لطفا سابسکرایب کنید اگه دوست دارین و اینکه ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتید، برای دوستاتون بفرستید. اگه دوست دارین بیشتر از من بدونید میتونین اینستاگرامم رو دنبال کنید، اینجا میذارمش و همین دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو من رو دنبال کردین. بوس به همتون. بای بای.